مؤلف کاریکاتورهای تحقیرآمیز پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم در یک صدمه مرگبار به هلاکت رسید. لارس ویلکس، کاریکاتوریست شوئدی که علیه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم رسم‌های مسخره‌آمیز کشیده بود، روز یکشنبه 3 اکتبر ماشینش با ماشین بارکش به صدمه دچار شده، بر اثر آن ماشینش در گرفت و خود سوخته به هلاکت رسید. او از زمان کشیدن کاریکاتور پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 2007 تحت حمایه پلیس به سر می‌برد و برای خط دشمنان اساسی اسلام شامل کرده شد. کاریکاتور را روزنامه‌های سوئیسیا و دانیا نشر کرده بودند که آن زمان در عالم سر و صداهای زیادی را به بار آورده بود. پلیس سوئیسیا به فرانس پرس تصدیق کرد که رسام 75 ساله همراه 2 پلیس هلاک شدند. سخنگوی پلیس گفت تفتیشات مثل همه صدمه‌های نقلیاتی گذرانیده می‌شود، اما از بس که آن به کشتار 2 میلیسه نیز مربوط است، به این تفتیشات یک بخش مخصوص پروکراتور تعیین کرده شده است. حادثه در نزدیکی شهر خرد مارگریت زمانی رخ داد که ماشینی که ویلکس در آن بود با ماشین بارکش برخورده، هر 2 ماشین آتش گرفت. در اظهارات پلیس نشان داده شده است که سبب صدمه روشن نیست، در حالی که سردار پلیس منطقه کرین پیرسون گفته است شخصی که ما محافظت می‌کردیم همراه با 2 پلیس فوتید. کاریکاتورهای او باعث به نشان اعتراض به میدان ریختن مردم مسلمان در چند کشور شده، اینچنین سبب تنش‌های دیپلماتی برای سوئیسیا گشته بود.